سلام، من مهران مولای فرد هستم، وکیل پایه 1 دادگستری. هر ویدیو یه خطا و یه ترفند خودکاربری وکیل. سلام، تو این ویدیو میخوایم براتون خطای خارج شدن سیستم رو، یعنی لحظه‌ای که کاربر داره کار میکنه و به نوعی زمان زیادی گذشته و سیستم خارج میشه. حالا من اینجا کار انجام دادم، تا یه مراحلی اومدم اینجا رو میام، ببینید یه پنجره دیگه باز میکنم، خب، و همونجا سیستم رو باز میکنم. برای اینکه خارج بشم من میخوام از این قسمت بهتون نشون بدم که وقتی که شما دارید کار میکنید با سیستم و سیستم خارج شده و خطای خارج شدن رو میده، دیگه اطلاعاتتون از بین نره. و ببینید اینجا من عمدن خودم خارج شدم. وقتی اونجا خارج میشی روی صفحه‌ای که شما داری کار میکنی هم تاثیر میذاره. ببینید خطاش رو زد، میگه لطفاً لایحه رو، اینجا خطای لایحه رو که متن نداره رو داره میزنه. ببینید متن رو اضافه میکنیم. خب اینجا که میخوایم وارد شیم و ثبت موقت بزنیم میگه اعتبار شما منقضی شده. اینجا باید چیکار کنیم؟ ببینید دوستان، یه پنجره دیگه باز میکنیم. خب برمیگردیم پنجره خودمون، تو نوار آدرس کپی میکنیم، همونو میاریم تو صفحه جدید پیستش میکنیم. ببینید وارد دوباره باز شدن مرحله شد. اینجا وارد میشیم، ببینید اینجا وارد شد، یه صفحه اولیه. اینو میبندیم، از همون جایی که داشتیم کار میکردیم ادامه میدیم. ببینید با موفقیت ثبت شد. ممنونم که حمایت میکنید. لطفاً بفرستین برای دوستانتون و با ما باشید با ادامه ترفندها و خطاهای خودکاربری وکیل.